کمک بکن جاهید کمک بکن جاهید اگه هنوز زنده است میفهمی کمک بکن اگه بالتزر گفت که حساب ما برابر است تو کلنگ را زیر نکردی بالتزر هم گفت که با تو این سیخ خلانده نمی شود فهمیدی؟ کفت را کشا این امانت را بگیر بس از لعنتی بس است جزای تو بر این لعنتی ها همین است باز کسی هست که چای بخواهد چه گپ است اینجا با سردار خبر ده این را به خانه مخصوص بره زود ببره این کار را کی کرد؟ من کردم او را به حجره مخصوص ببرید برای این کار شما هم جواب میدهید با گروه پیری بزرگ رسانید که حالت فوق‌العاده اعلان کرده می شود خواهش میکنم طاقت کنید گیر در طرف چپش زخم برداشته است رویتان را گردانید
رویش را بپوش. آهسته. نفسش گرفت. اما خوب است که نبضش میزند. امید هست. شما همینجا بمانید. اکنون از اینجا رهایی نیست پوسد. چیزی لازم شود به قبولگاه زنگ بزن. رقمش 100. اوه خوش آمدید. چی خیلیت؟ خوب هستید؟ سلامت باش. مرحمت نشینید. چی بفرمایم؟ چی می نوشید؟ خوردن حالا شرط نیست. تو اول یک تا بگو که چی شده است. در محبس خواستند پوسد رو بکشند. جای ترس نیست. خیریت که هیچ چیز نشده است. او را به حجره الهیده بردند. حاضر امنیتش خوب است. که این کارو کرده بوده است؟ یکی از آدمان در محبس بوده بلتزر. به شرف ها. با تو یک خبر خوش دارم بچه اما. امروز تقوی ستارمون از آلمان برمیگردد. تقوی ستار در محبس نبود مگر؟ مهلت جزایش سپری شد ولی دیپورت میکنند. که اینجا میرسد؟ با خدا که من یک فکر دارم. این آدم مگر از سوریه آدم نمیورد برای رولیتش؟ بیاید همان آدم ها رو از دستشان زده بگیریم. آدمانی او را بگیریم بفهمند که با پوسد سر و کار گرفتن چه خطر دارد. بچه ای تقا ما او آدم را چطور میابیم؟ یگون شناس نداری؟ هست و تقوی ستار رو انتظار شویم خوب است. بعد او از ما نرنجد. خیر چی برنجد از من نرنجد. تو حاضر زنگ بزن. چه احساسات داری؟ در چه خصوص؟ تا جای من میدونم تو هم مثل من نامزدی برای گشتن.
در اینجا بودنی تو مگر نیروی رقیبانت رو افزون نمیگرداند؟ اینجا بودن راسکال همه گمانهای را که هست برطرف میکند. مراد با دستگیری ایگار برام گشته بود. برای برام گشتن تو باشد من مساعدت میکنم. شادم که همراه کار میکنیم. راسکال این را جشن گرفته نیست. البته. چی میخواهی؟ تخمین کن. راسکال، همه چیز خوب است. با راسکال استانبول بسیار خوش آمد. تو هم کارهایت را با فرجام برسون. زود اینجا بیا. اینجا بسیار خوش است. تو بسیار چیزهای خوب را از دست داده ای. تو دکتری دندان را راضی بکن. همین که آید قره معلومات فراهم آوردم. زود می آیم. دکتر دندان همانجاست. من 1 ساعت پس نزد او رفتنیم. اگر دیدی گو که اینجا تاب دلی اوست. بهار را انتظار نشود تیزتر بیاید. جناب، گروهی که فرستاده بودید با یک گروه سیلودار در مکان ترکمن‌ها به هم زد و خورد کرده است. عین حال گروه مکان را اشغال کرده است. کی بودند آنها؟ با فکرم از ترکیه آمدند. برو. شاید آدمانی تو آمده گرفته باشند. کیستند اینها؟ از شبیه. هوشیار باش، یگان غلط کردی با زندگی پدرود میگویی. آنها را بازدار. به کجا می روید؟ مرحمت. در قفا بوده ها هم آدمان نمایند. اینجا نوشته شده است. اینجا چی گپ است؟ اینها از کجا برآمدند آقای محمود؟ با سلاح بازی نکن اسماعیل.
گریختیم. Akif گریختند. Akif! اینجا بیا. راه گرد. همه با ماشین بشینند. از شب یکم انگشتری رو برآورده ای؟ با من یکون چیز گفتن میخواهی؟ برای دستانم رو شستن آن رو برآوردم. متل پوست دستم رو میخورد. این رو هم از اینجا بگیر. در اینجا غیر آن دوستی تو کسی ما رو ناراحت نمی کند. ولی اگر در کار شود او رو هم در یک قاشق آب غرق می کنم. فهم الله. معلوم بود که این موضوع رو تا با همینجا تو میکشی. نه، این موضوع رو هیچ از خاطرم بیرون کرده نمی توانم. من بالا می برایم. مایلش تو رو. من اندک پس می آیم. آن را بالای میز گذار.
تا فردا فراموش نکنم. از این تصویر رنگینی چنین برمی آید که تیر یک قبرغه را گذاشته در پایان در قبرغه طرف دیگر در مانده است. کمشوی خون دوام دارد. به فشار باید اهمیت بدهیم. رگی را که از آن خون می رود یافتم، گذرانیدن خون را دوام می دهیم. باره. شوشش خوب کار می کند، اما هرچی از تحت نظارت می گیریم. به حالت مقرری برگردانده شد. خوب، در گرد و اطراف بیمارخانه باید پرنده پر نزند. در بیرون انتظار شوید. کیستی تو؟ چی کار را گردان میکنی تو؟ من تیمورم. وظیفه حمایه پیری بزرگ را به عهده دارم. پیری بزرگ؟ تو حاضر همه چیز را از اول به من میگویی؟ با کشته شدن پیری بزرگمان آینده پیرانمان نجات یافت. آقا مگر این نقشه را کشیده است؟ نه، خوجه و عکیف. جاهید، اکای پولاد زنده است و تنها من این را میدانم. بیا توکل نکن. حلالت باد. تو را بسیار خوب پرورده بودند. باید به من باور کنی. اکای پولاد زنده است و پیری نو اوست. عبدالحی، او هم در این نقشه وارد بود؟ اولو چیزی نمیدانست. پس آن او را دعوت کرده وظیفه نایبی را به او پیشنهاد کردند. چی شد جاهید؟ انتقام اکا را گرفته توانستی؟ ما باید یک دیگر رو ببینیم. با تو من گپ دارم. خب، من هم با تو گپی گفتنی دارم. در چی خصوص؟ در خصوصی گذشته، اما با تلفن نمی شود. اما عبدالحی رد کرد. چطور رد کرد؟ از خودش میپرسی. عبدالحی دیگر زنده نیست. با مرگ او من گناهکارم. او هم زنده است،
چه خیل؟ تو مرا مسخره میکنی؟ مرگ او را من با این چشمانم دیدم. ما هم اول چنین فکر میکردیم. پیری بزرگ و من در همانجا بودیم. عبدالحی زنده است. عبدالحی زنده. چرا به هر کجا میگردی؟ یگان چیز رو میجویی؟ هیچ چیز رو نمیجویم لالا. علی زود باش، میگریزد، او رو دار. اینجا بیا ابله. تو حالم خوابی. این آدم خانه میدرده لیکن تو بخبری. عذر میخواهم اکا. کیستی تو ابله؟ ها؟ اکا من ناحقی کردم، تو نکن. کنی معاین کن که آدمی کیست. کنی بگو تو را کی فرستاده؟ روی من سیاه باد اکا. من در سراغ سرپناه اینجا آمدم، شب را روز میکنم گفته با اینجا در آمدم. گمان کردم که اینجا خالی است اکا. اینا رو که دیدم هرسی سبیل زوری کرد و شیطان با دلم در آمد و گرفتم جان اکا. داماد را گیر ابله. کنی خیس. اکا این مرد دزد بوده است، کسی دیگری نیست.
اکا ببر این رو از اینجا که دیگر رنگ و رحمانش را نبینم. اکا این رو چیکار میکنیم؟ بر پگی در پرتو. ابله اگر باری دیگر بینمد زنده نمیمونی. شد میروم اکا، دیگر این کار رو نمیکنم. دف شو. راهگرد خدا بگو که اکم تو رو بخشید، وگرنه همه این را در سرت خالی میکردم. برا دف شو، دف شو. اینها رو چرا میپرسی؟ یگون وضعیت نو اینجور مگر رخ داده است؟ گوش کن صفیه، در دست من یک پرونده هست. در آن بعضی نام‌هایی که در هیئت شورای وقفی که تحت رهبری توست شاملند. من کوشش دارم تا بفهمم که برای چی آنها شامل این وقفند، چرا گردی آن گشت و گذار دارند. تو آدمانی رو که شامل این هیئتند میشناسی؟ نه، جناب سری گفته بود درباره آنها، ولی من جز سری گونسای و همباز او مراد ارگین کسی دیگر رو نمیشناسم. طبق معلوماتی که من اندک پیش گرفتم جناب مراد ففتیده است. چی؟ چی طور؟ نمیدانم. پژوهش را از جناب سری آغاز میکنم. مرا این بسیار حیران کرد. هیچ باور نمیکنم. تو با من نام آدمانی رو که با وقف ارتباط دارند گفته میتوانی؟ هیچ کسی دیگر رو نمیشناسم. صفیه، با اندیشه من این وقفی تو طرفای تاریک باید داشته باشد. این برای تو خیلی خطرناک است. خودت رو از آن دور بگیر. لیلا، من از وقف دور شده نمیتوانم. این هیچ امکان ندارد. چرا امکان ندارد؟ گوش کن لیلا، به من قول ده. با این مسئله دخالت نمی کنی. در این باره وعده نمیدهم. این کاری من است. اگر این مسئله به تو ارتباط داشته باشد با این نوبت میگیرم و کاری میکنم که به تو ضرر نرسد. اگر ترک وقف بکنم الیف رو حمایه کرده نمیتوانم. حمایه الیف گفتی؟ خواهش میکنم همش رو به من درست بفهمون. این پیشنهاد رو یکی از سروران مانستان شولی به من کرده است. شعبه ما که از این کار واقف گشت به من راهبری آن رو پیشنهاد کرد. من تنها برای حفظ الیف این پیشنهاد رو قبول دارم. یعنی وقف مال مانستان است؟ نه، من آن رو راهبری میکنم. شاید با کار آن ارتباط داشته باشند، اما همه کار رو من راهبری میکنم. یک پروفسور رو میشناسم. من از او سپاس گذارم. به من بسیار یاری میدهد و همه کار رو ما همراه او به راه میگذاریم. این برای الیف بسیار خوب است. راه یگانه هم همین است. نه، دست او را تنها من کوتاه میکنم. خوش آمده جناب سری. مرحمت. سلامت باش. به نظر من جای بسیار خوب است. موسیقی هم مانده می توانیم. من 2-3 دقیقه پس می آیم. تو کفیل مهمانان ما می شوی.
چی گپایی نو است؟ همش خوب جناب سری. تو اسرایی همین خیل؟ بله. احسن به خاطر شما. جناب سری خاطره خوب دارد. یک بار اگر بینه دیگر فراموش نمیکند. اینجا چیکار میکنید؟ برای جشن گرفتن روز تولد خانم اسرا اینجا مصلحت آمده ایم. همین طور. کی بوده است؟ فردا. امری میدوند که من هر کس را دعوت نمی کنم، ولی شما را فردا به زادروزم به خانه هم دعوت می کنم. روزی تولدمان را همراه جشن میگیریم. بسیار خوب. خب تا بازدید. خودتون را احتیاط کنید. تا بازدید. انتظار می شود. مایلش. می آیم. خوش باشید. او را میشناسی؟ نه. از کجا؟ تو خود را کی می‌حسابی؟ راسکول تو را نه، او را دعوت دارد. راسکول کیست ای؟ چیکار در اینجا چی گپ است؟ تو رئیستان بیاید. جناب سری، اینجا چی گپ است؟ ما این خانم رو به میزمان دعوت کردیم. چی ها میگویی سری؟ اینجا مگر پاویلیون است؟ اینها را برارید.
صفیه نمیدوند همینطور نه؟ نه. خوفی مرگ را برهم زدیم. تیر از یک قبرغه گذشته در دیگرش دوست مانده بوده است. انشاءالله نزد می شود. ممکن است او را دیدم. تا فردا باید دم بگیرد. اندکی پس ما او را از اینجا میبرانیم. چیکار میکنی تو؟ اکا میآیند. آدمانی بالا تیارند؟ تیارند. خوب تو هم برو. امداد هوشیار باش. خوب هستی؟ خوبم خواطر نشو. تو خوبی اکا؟ خوبم هیچ گپ نیست. حاضر باید یگان جای بی خطر یابیم. اکا تو رو باید به بیمارخانه بریم. شما میتوانید روید، پروا نکنید، ما یگان جا میابیم. هوشیار باشید مایلش. خوب شده است. خوب کردی که اومدی. من کمتر دم گیرم.
بپرتا اینها را بچه خوری. من کار بسیار دارم. کجاست تو عبدالهای؟ خبرش نداده اید؟ عبدالهای حیاتی دیگر آغاز کرده است. دیگر اکنون چیزی را از گذشته شنیدن نمیخواهد. از من پیش عبدالهای هم اکای پولاد را پرانده بوده است. انگشتش به جنبش در اومد. با قماندان خبر دید سلاحدار آمده است. من حجره به حجره میگردم.
турбадор ту ҳастӣ? шамилро медонед? андак пеш як зумра одамон ӯро гирифта бурданд. оғои зулфиқор, инҳоро ба ту месупорам. иван дар куҷост? ба назди духтури дандон рафт. ҳозир дигар барои ман вақту замони духтури дандон нест. ин духтури дандонро аз куҷо меёфта бошем? аз голландия. чӣ гумон мекунед он ҷо рафта метавонед? биё аввал туро фиристонам. تو خوب هستی؟ احوالش خوب است. کمی دم بگیرد. شفای کامل اکا. تا با پوست اومدین حسابی نکنیم. شفای کامل کجاست؟ با ما چی امر دارید؟ به زیارت پوست بروید. کارش را به آخر رسونیم. تعزیه مرا قبول کنید جناب سری. در این گونه روز شما رو دعوت کرده سوال دادن نمیخواستم، اما مطمئنم که شاید شما هم خواهشی همه چیز رو گشوده روشن گفتن دارید. البته. جناب مراد رو باری آخر کی دیده بودید؟ دیروز در سیزخانه بودم که او به دیدن من آمد. در چه باره صحبت داشتید؟ به من گفت که از خستگی و دوری ها برای استراحت رفتن میخواهد. در این اواخر ما خیلی سرکار شده بودیم. اول من گمان کردم که او تنها استراحت کرده نیست، ولی حس کردم که احوالش بد است. چگونه احوالی بد؟ ناراحت بود. یک مدتی دور و دراز یکدیگر را نمیبینیم گفت. پس از فوت همسرش روزهای تلخ را به سر برده بود. گمان بردم که از خاطره همسرش به وضعیت ناهنجار افتاده باشد. برای همین به حالش گذاشتم. شما با او همکار بودید همینطور نه؟ ما تنها همکار نه، بلکه مثل برادر بودیم. میفهمم. اگر شما از کسی شبهه دارید یا یگان چیز را عاید مرگ او میدونید، خواهش میکنم به ما بگویید، زیرا عادی ترین دلیل میتواند به ما کمک بزرگ رساند. بسیار میخواستم که به شما یاری بدیم، به خاطر مراد و هم به خاطر گذشته هر دویمان. کشتار او برای من هم خطر است. من هم اکنون در حالت خطرناکم. ترس و هراس و یک شبهه دائمی مرا فرا گرفته است. شما رو میفهمم. اگر خواهید برای شما یگان پاسبان تعیین نمایم. من به خاطر امنیت خود بسیار می شود که تدبیرها اندیشیدم خانم دادستان. اگر به من کار دیگری نداشته باشید من بروم. اصلا یک موضوع دیگر هم هست. شما در شروع یک وقفه که صفیه قرخوندی راهبری آن را به عهده داشته است یک دیگر را می‌دیدید. چرا در آن اشتراک میکنید؟ من و همکارم اصلا برای یاری دادن شامل آن وقف شده بودیم.
گذشته از آن وقف دیگر اکنون برای من بسیار مهم است. آن را برای خود همچون وصیت مراد می شمارم. در ملاقاتی با پسینم مراد به من گفته بود که از وقت فروگذاری نکنم تا جایی را که اگر حتی کارهای من برار نمیگیرد کمک را از وقف دریغ ندارم. برای وقف دیگر اکنون تا جان در رمق دارم، هیچ چیز را دریغ نمی دارم. من برای یاریتان از شما سپاسگزارم، ولی شما یک مدت به خارج کشور نروید. شاید دوباره به نشاندادهای شما احتیاج پیدا شود. جای من معلوم است. هر وقتی که خواهید می توانید بیایید. امیدوارم که قاتل برادرم را می یابید. اصلا شبهه نکنید. алло апа, зодрӯз муборак. ташаккури зиёд. бегоҳ ягон кор дорӣ? мо бо эмре рӯзи таваллудамро ҷашн мегирем. шумо ҳам омадан мехоҳед? ба хабаргирии бобои умар меравам. бегоҳ ба ту занг мезанам. хуб, то боздид. то боздид. چی میگویی؟ نزدیک بیا. акаи байрам гуфт ки мо одамеро ки шумо ба ҳуҷраи танҳоӣ андохтед зиёрат бикунем. ин чӣ тавр мешавад? дар даст калид доред? калиди ин дарро не, аммо калиди хонаи ту дар дасти одамони мо ҳаст. медонӣ? ба ман таҳдид мекунӣ? чӣ хеле ки фаҳмидӣ, вале ин дар ва дари ӯ андак паст кушода бояд бошад. шумо кистед? хизматгори ҳамин ҷоим. ایستید گفتم به شما. بیرون برایید. تو کی هستی؟ این آدمان با تو چی کار دارند؟
мампусад набираи зиёи лазӣ бархез ман туро ба назди як кас мебарам خدایا خداوندا انسانها را از بدیهای این دندانساز برهان. او بسیار ظالم و غدار است. همه داروهای کیمیایی خود را در انسانها تجربه می کند. انسانی نیست که به شکنجه او خاموش بماند. یگان سری از او نهان نمی ماند. احوال شامل بسیار بد است. آره، ظالمان اگر ظلم داشته باشند مظلومان خدا دارند. آمدند. به آنجا با واسطه نقب رسیدن امکان دارد. نقب در اینجاست. در برآمدگاه نقب گروه‌های تروریستی هستند و آن همیشه تحت نظارت است. همینطور نه آقای محمود؟ بله. اگر اینجا را تدقیق کنیم جای دندانساز را میابیم. بسیار خوب، این طور باشد میبرایم. بگاهی میبرایم. روز هم قریب تمام شد. شب بسیار مساعد است. البته باز خوبتر می شود. در حالی که من دکتر دندان یا استاد دندانساز نیستم، من خودم از دکتر دندان میترسم. هرچند که نمیفهمم که مثل همه انسان ها برای چی آدمان از دکتر دندان میترسند. من در افریقا جاغ شیر را پره شکسته بودم تا دندان هایش را بگیرم. پس آن دندانساز گفتنی من آغاز شد. من پس آن هنرم را تکمیل دادم. و اکنون میتوانم دندان فیل را بگیرم که خودش درک نیابد. دندان فیل بسیار گران است. پولی خوب کار کردن ممکن است. فیل ها اصلا خاطره خوبی دارند که حتی وقتی نزع روانشان هر چی را که در کودکیشان از سر میگذرانند به خاطر آورده میتوانند. کو ببینیم این چی را در خاطر نگاه می‌دارد؟ از زمان کودکیش آغاز بکنیم یا از روزهای نزدیک؟ تو چی می‌خواهی؟ کو بگو چی گپ و خبر است در استانبول؟ جوانان آشفته خاطرند. همه چیز حاضر است. کوچه ها ناآرام می‌گردند. هر کی مواد پیخور میکشید اکنون به نوهای دیگری مواد مخدر ترجیح میدهد. وضعیتی سلاح چی طور است؟ بسیار خواهش دارند. همه نوعش هست ولی سلاح رسکال هنوز ناآمده است. رسکال که وارد گشت سلاحش نیز وارد می شود. قمارخانه ها دیگر با اینترنت اداره کرده می شود. برخیشان با کوستاریکا، برخی دیگرشان با تل اویو ارتباط دارند. در افسانه های زنان هیچ تغییراتی نیست. قاعده های آن دنیا تغییر نیافته است. رولت ما را هم قمار کردند.
بسیار فکر خوب. آن آدم کوچه ها را برای سپاهیان کرایه تأمین میکند. کیست آن روباه؟ بلتزر. راسکال و سری او را دیدنی اند. زنگ زن. جاهید کجاست؟ جناب، او از من عبدالحی را پرسید. من وضعیت را اندک گفتم. به فکرم به جستجویش رفت. کاش که نمی گفتی. اکیف چی؟ هنوز هم در سوریه اند. جناب، یگان خواهشی دیگر دارید؟ حسنو بای همینجاست جناب. او هم خواطر است جناب. دعوتش کن. اکا چای. آنها را به من ده. خائن ابله. علی اکا، این خائن تو را کشتنی بود. من سوگند یاد کرده بودم که هر کجای بینم میکشمش. علی یک طرفی است. خوش آمدی جاهید. دمهایت کجا شدند؟ کار ناتمامت را امروز برای انجام دادن اومدی؟ تو چی خیلی آدمی؟ تو چی خیلی کارت رو میپرتویی؟ تو چی خیلی اکا را پرتوفته میروی؟ معلوم شد که با فرمان کی آمده ای. کاردار نشو علی. عکیف نقشه میکشد و من بیرون از آنم. اکا نقشه میکشد و من شامل نیستم. تو نقشه میکشی و من بیخبرم. پس هم به جان و حالم نماندید که عبدالحی بیا، عبدالحی بیا. عبدالحی که آمد او را میخورید و این تو نبودی که مرا فروختی خائن. من هر چی کردم به خاطر ستاندن قصاص اکام کردم. تو برای چی اکا را تنها گذاشتی؟
خاین اصیل توی. همش به بوی تو شد عبدالله. اگر تو در نقشه‌ای که بعضی ها کشیدن می شدی ملکه رو نمی پراندم. خوجا با عیادتتان آمده است جناب. شفایی کامل. خودت را ناراحت نکن. به جاهد بسیار خشمم آمد. باوری دارم که از این به بعد او دیگر با کار و کردارش کوشش میکند که بخشیده بشود. من یک خبری ناخوش دارم. دین بیگاه مراد با 4 کسی که گیته که بی خطری او را به عهده داشتن کشته شد. چطور؟ معلوم است که این کاری دست مانستان شوالیه است و اما هنوز چیزی دیگر نیافتیم. یگانه چیزی که میدانیم آن است که عیناً همان یک ماشین کارمندان کگیته را در پیش در کگیته مراد را در نزد در اداره من پرتافته رفته است و حاضر همه جا را جوی آیند. تو را هشدار دادند. در روزنامه ما باز چه هست؟ چنان که میدانی بانک مرکزی ما با بانک مرکزی روسیه جهت تبدیل پول به همدیگر تماس میگیرند و این چیز دیگر به فرجام رسید. بار نخست در ساحه داد و گرفت بانکی با روسیه شرطنامه به امضا میرسد. بدین وسیله هم حجم تجارت ما با روسیه می افزاید، هم وابستگی ما را از دلار به هنگام حمل و واردات که به روبل روسی و لیره ترکی عملی می گردد برهم می زند. برای به این سنگر گشتن از همه چیز استفاده میبرند. به این اهمیت ده. که این بسیار خشمگین است. سری تو برای چی خاموش ایستاده ای؟ جسد مراد رو در پیش در اداره خوجه برده پرتفته اید. شما چی مافیایید؟ بیا. تو چی رسد به جنجال شبی گذشته در بر؟ باز برای یک زن هیچ باوری هم نمی آید. چرا با عقلی او رفتار میکنی؟ راسکال یک اصول و فلسفه خود را دارد که خاص خود اوست. اگر تو هم آگاه شوی شاد میگردی. تو چطور بین این قدر آسوده و با تمکین مناسبت داری؟ امیدوارم که این از کمک خود برای آن گشتنی تو دست نمیکشد سری. میفهمم که باید تو را نیز مطمئن بگردانم. پروا نکن. مسئله لیلا را نیز حل و فصل میکنم. او را نزد تو بیارم یا خودت میروی؟ کی؟
чунон ки бармеояд ҳаёти якай пулот дар хатар нест. Абдулҳай, пас худо нигоҳ дорад ӯро. аслан худованд маро дар паноҳаш нигоҳ дошт. вагарна ман намедонистам ки чӣ тавр аз ин ба баъд мезистам. пас ман интиқоми акамро гирифтаам. лола, ту инро чӣ тавр тоқат мекунӣ? аҳволашро бин, лола. хайр дармонистони шевалие ба чӣ муваффақ гаштӣ? ба ту чӣ? ба афти худат нигар. маълум мешавад ки аз шири мори монистониён бисёр хӯрдаӣ. ҷоид забонат ин қадар дароз шудааст. ту вақте ки шири шер нӯшидани Абдулҳайро медидӣ, мефаҳмидӣ ки чӣ тавр забони ӯ кушода шудааст. дар паҳлӯи ака кӣ аст? темур. акиф чӣ? ӯ дар сурия аст. ман ӯро шабу рӯз интизорам. ҳоло баргардад баъд. ҳаминҷост. ҳаминҷост. боварӣ дорӣ? имдод, мо барои ин бечораҳо хӯрок фармудиму аммо гурусна ту будаӣ. ман ҳамроҳашон мехӯрам ки шарм надоранд. бихӯр, шарм намедоранд. ба касе чизе намондӣ? ҳеҷ гап нест, боз мефармоем. محمد 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 امداد؟ بلتزار، راسکول. می‌فرمایید بشینید.
خوش آمدید. گوشم به شما. ما برای یک مصلحت نزد تو آمدیم. چی مصلحت؟ در کارهای تازه و پاک با تو همکاری کردن میخواهیم. رسکال خودت فهمون. در کوچه ها اسکران کرایه که تحت اطاعت رسکال میشوند و در کارند ما میآریم. در تقسیم کردنش تو کمک میکنی، به عوضش حقت را میگیری. گذشته از آن اگر در کار قمار همکاری کنیم، نزدیکانی در تل‌آویو بوده ما به حیات تو حصه گذاری میکنند. از روسیه هم برای رولت تو مشتری یافته میتوانم. من آدمان از جان خود گذشته را بسیار میشناسم. پیشنهادی خوب. رسکال بود نامش؟ بله بله. بسیار کشاد روشن گفتید. تشکر. اما من نمیخوام که آن دوستانم را که پیشتر با آنها به توافق رسیده بودیم برنجانم. آنها کی بودند؟ مگر ما آنها را میشناسیم؟ میتبای. پروا نکنید، مسئله او را نیز حل میکنیم. پس حساب کنید که به توافق رسیدیم. دیمیتری، سلام. خوش آمدید. سلام. دوستانتون کجا شدند؟ نمیدانم، همش رو امری تشکیل میکند. جناب سری، شما رو یک دقیقه ممکن است؟ همه کار رو کردم. خب میتوانی بروی. درباره چی گپ زدید؟ همه دوستانتون در یک جا جمع شده بودند. آنها را گرفته می آید. تو چنین وانمود بکن که هیچ گپ نشده است. افزایت را بیجا نکن. شما پروا نکنید. صاحب جشن را با چی می توانم شاد بگردانم؟ فرق ندارد، هر چی که خواهید. حاضر می آیم. مایلش.
تشکری زیاد. خانمی دادستان میدوند که تو در اینجایی؟ گفتم که جشن برگزار میکنیم اما نمیداند که در کجا. من برای آن نگفتم که شما را خوش می آید نمی آید. ما حاضر با اپت سر و کار نمیگیریم. برای ما این بگاه خوشحال بودنی تو مهم است. اومدند. تو بشین، من میکشایم. خوش آمدی. ما هم تو را انتظار بودیم. اسرا من به راه میبرایم. نزد تو رفتنیم. اگر در جای دیگر باشی خبر ده، به همون جا روم. با تو زنگ میزنم. شفای کامل پسد. جایت راحت است؟ یگانه چیزی که مرا ناراحت میسازد این جکیدنی سگ‌های توست. آدمانی تو همینجا آسوده و آرام نمی‌ایستند. تای دوکی را پزمان شدند. لجامشان در دستی من است. اگر آنها را من سر بدهم به اندیشه تو کدامش غالب میبراید؟ امداد یا احسان؟ ابله، اگر با آنها یگان چیز رخ دهد بدون که غالب تو نیستی. بلتزار. من کیها غالب شدم پسد. خوبش این که من زر بپردایم. پسد به شما سلام فرستاده است. غمگین شد که آمدن نمیتواند. دمروکایش را پس میز بشنانید. اگر این خیل رفتار کنید
ҳардуятон мемиред. ҳама чиз тибқи дастураш анҷом меёбад. мисли бачаи одам бишинед, бибозед. کار هر کی آمد کرد زنده میماند. یک لحظه. مادامی که پوست آمدن نمیتواند، ما هر چی در اینجا به وقوع می پیوندد به او می فرستانیم. سینک، نوار بردار را بیار. این را ما به نوار می گیریم. همینجا. بسیار خوب. آقای محمود، شما میتونید از اینجا برگردید. خدا نگهبان. اگر زنده بمونیم این بچه ها را به درفش سیاه میبرم. انشاءالله. خدا مددگار میشود. انشاءالله. یک سرگذشت پردر دارد. آن سرگذشتش را اگر بنویسد داستان مرغوبی میگردد. اگر میخواهی ما آن داستان را تحریر و تعریف میکنیم. تو میخواهی که یک عمری درازش تو را همچون برادر بشمارد. ما میتوانیم که حافظه او را تحت نظارت بگیریم. از این پس به تحت نظارت تو رفتار میکند. برعکسش هم کرد نمیتوانم. دو برادری که تا آخر عمر میتوانند دوستدار یکدیگر باشند، یک عمری درازشان به هم دیگر دشمنی میورزند. تو نمیخواهی پهلوی آن آدمی که میخواهی بیکوشیش این را همچون برادری دوستدارت بفرستی. اگر قبول داشته باشی پیوند میان هر دوی شما را برپا میکنم. من به خودم اندیشیدم اگر پوست اینجا حضور می داشت برای کدامتان پول می پرداخت. سر کنید اکنون. من قرعه تو را نمی پرتایم بالتزار.
هرچی طبق قاعده است دوام میدیم. هم جسور و هم با تقدیر تو. دوام میده. اینقدر سراسیمه نشوید. تا جانتان را بای دادن سخن آخرینتان را به پوست گفته بتوانید. چی ما اینجا نوار بردار را بیهوده آوردیم اگر؟ مرا پیل بکن امداد. پوست مرا پیل بکن. راه افتاده نشو. مرگ این آدم در دست توست میدانم. با اون تیری که با آن جان بلتزر را میگیری نامی مرا هم بنویس. چی گپ شد؟ با فکرم حساب کند پرتاف. حاضر میبینم. زودتر ببینید. حساب کنه که مرا هم نکشید. رقص و بازی به انجام رسید. بلتزر янга, ман сагро ҳавохӯрӣ мебарам. حسنبای تو را دیده خرسند شدم. پولادبای من بسیار خرسند شدم، اما برای این راه اعتراف کردن هنوز به خود نآمدم. از همه چیز خسته شدم دیگر.
وقتی رفتنتان اگر مرا وکالتدار میکردید خرسند میشدم، چون که در نبودن شما مرا گوش نمیکنند. جناب، من به شما گپ‌های میگفتنی بسیار دارم. چندی پیش چنین حادثه ها رخ داد که حسن بای فهمیدم جناب. شفای کامل. میل از شما شفا بیابید، این گپ ها بد. جناب نخیزید. کمتر گشتن میخواهم تیمور. جناب، جاهید و عبدالحی وارد بنا شدند. جناب، بر راستای جاهید چیزهایی هست که شما نمیدانید. در گذشته اینجا میدانم حسنا، میدانم. مرا ببخشید اکا. شفای کامل اکا. به هممون شفای کامل. از تقدیمات استودیو سفیره طلعم به صحنه‌های دلپذیری لیریکی و عاشقانه ضدیت و اختلاف‌های تز و تند واقعیه و حادثه های پرتضاد
зидди ҷинояткориҳо. ҳодисаҳои ғайри чашмдошт. пулиси давраи салтанати усмониён барои ҳақиқату адолат. рӯзҳои наздик аз ҳамаи дуконҳои фитафрӯшӣ дастрас намоед. силсила филми нави синамогарони турк бо номи ҳақиқат. ای عاشقان عشق غم دارد. عشق غم دارد، صد علم دارد، سوختن دارد. ситораи пурҷилову дурахшони саҳнаи тоҷик наимҷони сайдалӣ. дилу дилро ба ту додам, маро дигар чӣ? ҳунарманде ки аз ишқ муҳаббат, аз хиёнату бевафоӣ месарояд. یاری من به وفاست میدانم. سکوت پرنوا البومی نوبتی نایمجانی سایدالیست. رنگ کی عاشق شدم من بدختری همسر کی بازگوی رشک بهار، غم عشق، رشک یار و صدالم. مجنون منم تو لیلا. اندرون این البوم لحنی شیرین و متنی والا. ای گل تو بیا راز دیگون ناز مکن یاره. البوم نوبتی نایمجانی سایدالی با نام سکوت پرنوا به نزدیکی در سرتاسر تاجیکستان به فروش میبراید. مرا گوید مردم دیوانه مثل مجنون. زندگی آنها آرام و آسوده بود. هیچگاه غم و درد ندیدند تا آن دمی که زندگی رنگ دیگر گرفت. استودیو اثر تقدیم میکند ناکامی در زندگی، گریه و ناله در قصه مردی اذیت دیده. به نزدیکی رنج، مردی رزیل از تمام دکان‌های فیتافروشی دسترس نمایید.